سلام. موضوع امروز درباره یکی از چالش برانگیزترین موقعیت‌هاییه که یه پرستار یا پزشک ممکنه باهاش روبرو بشه. یه بیمار 75 ساله‌ای که سرطان پیشرفته داشته با ایست قلبی تنفسی به اورژانس آورده شده. این آقا تو پروندهش از قبل فرم DNR داشته که هم امضای خودش هم امضای پزشک معالجش توش ثبت شده. ولی خانواده بیمار درخواست احیا رو دارن و سوال اینجاست که چه کسی تصمیم گیرنده نهاییه؟ باید به خواسته بیمار عمل بشه یا خانوادهش؟ اگه بخوایم یه توضیح کلی در مورد فرم DNR بدیم، توی خیلی از کشورها یه سند قانونیه که بیمار یا نماینده‌اش با آگاهی کامل اون رو امضا میکنن که در صورت که ایست قلبی یا تنفسی صورت گرفت برای بیمار، احیا براش انجام نشه. و معمولا هم این تصمیم داخل بیماری گرفته میشه که بیماری لاعلاج دارن، مثل سرطان‌های پیشرفته. و هدفش چیه؟ هدفش اینه که یه مرگ با آرامش و عزت رو فرد تجربه کنه، نه با تلاش‌های تهاجمی دردناک و چیزی که بی‌ثمره. اما وقتی خانواده وارد میشن، این وسط ممکنه ندونن که این فرم وجود داره یا اصلا باور نکنن که وضعیت مریضشون جوریه که برگشت ناپذیره و اون لحظه‌ای که پر از اضطراب و ترسن و اون چیزی که جلوی چشماشونه مرگ عزیزشونه، خب طبیعیه که بخوام مقاومت کنن، اصرار کنن، حتی پرخاش بکنن. و اینجایی که تیم درمان بین دو تا دیوار گیر میکنه. نمیدونه که قانون و خواسته بیمار رو باید انجام بده یا اون فشار عاطفی که از طرف خانواده است. حالا بخوایم اگر داخل ایران بررسی کنیم، برخلاف خیلی از کشورها فرم DNR تو ایران هنوز پشتوانه قانونی و محکم و مشخصی نداره. یعنی بعضی از بیمارستان‌ها فرم داخلی دارن، بعضی از پزشک‌ها به صورت شفاهی توافق میکنن، اما از نظر حقوقی به خصوص واسه یه پرستار ریسکش بالاست. یه پرستار ایرانی با یه چالش مضاعف روبروه. حتی اگه فرم DNR امضا شده باشه، اگه احیا نکنه و بیمار فوت کنه، خانواده میتونه شکایت کنه و بگه چرا کاری واسه یه مریض من انجام نداده. از طرف دیگه اگه با وجود فرم DNR احیا کنه، ممکنه برخلاف خواسته بیمار عمل کرده باشه و از نظر اخلاقی درست نیست. واسه همینه که داخل عمل خیلی از پرستارا تو ایران حتی با وجود فرم DNR اقدام به احیا میکنن. چرا؟ چون از نظر قانونی حمایت نمیشن و ترس از شکایت دارن و نمیخوان اون ریسک شکایت رو به جون بخرن. مثلا یه پرستاری تعریف میکرد که یه مریض سرطان پیشرفته داشته و قبلش فرم DNR رو امضا کرده بوده. موقعی که ایست قلبی کرده، خانواده اومدن و گفتن احیا صورت بگیره و پرستار این کار رو انجام داده. مریض برمیگرده و فقط چند ساعت زنده میمونه، ولی داخل درد شدید با دنده‌های شکسته و خانواده بعدش پشیمون میشن و میگن که کاش این کار رو انجام نمیدادی و پرستار میمونه با اون بار سنگین عذاب وجدانی که رو دوششه و فقط از شکایت در امان مونده. خب حالا اگه شما جای اون پرستار بودی، با فرم DNR جلوی رود و خانواده در حال اعتماد، احیا می‌کردی یا نه؟ قانون رو رعایت می‌کردی یا احساسو؟ برای آینده بهتر لازم قانون‌گذاری دقیق‌تری توی این موارد توی ایران انجام بشه. ولی تا اون موقع این تصمیم سخت همچنان رو دوش ما پرستار است. مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو همراه بودی. برای دیدن سناریوهای بعدی سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا جا نمونی.